نمیشه که همینجوری بخوای عادی بازی کنی و هیچی هم نشه و چی کار داری میکنی؟ آفرین، بده دیگه. آفرین، برگرد. کار خودمونو کردیم، برگردیم. یه کار خودتو کردی آخرشو. به چی؟ برو اینم برو. بیا اینجا. میخوای برونی؟ نمیخوای برونی؟ یه سریال فردی بود، یه چیز جالبی اینجا میگفت. آفرین، همینو میخواستم. باز کنیم خط و خطوط و خودتو مات کنم، منم خلاص کنم. اول چجوری؟ اول فیل. ای باریکلا. دفاع کرد، یکم فانتزی وار جلو رفتم، دفاع کرد. تو رو خدا. کیش اشتباه بود، 100% اشتباه بود. چیکار کنم؟ چه کیش بدی دادم. با کیش جایزه داره. چی داره کیش میدی؟ ای بابا، ای بابا، ای بابا. وقت خوب داشتم میبردم. همین حریف. اوکی. چی میشه؟ باید مواظب پات باشم. یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. من چرا با من ادامه میده؟ یه هر دست که نمیذاره. اینو ندیدم. خدایش اینو ندیدم، گند زدم. میگم
منم دوست دارم اینجوری بازی کنی، منم دوست دارم. اینجوری برای برد بیا. مساویه. گندیدم. حقیقتا برنامه اون نبود، این حالا شده دیگه. حالا دیگه برنامه اونه. گرفتم؟ من نگرفته باشم هم حمله خوبی شد. چرا بگیرم ازش؟ ده 7 و 3-7 ماتل باید اسبی 7 میکرد. بازی میکنی بازم یا خیر؟ نه خیر جوابش بود به ما. بد نبود امروز، چون دارم بد بازی نمی کنم ادامه میدم، وگرنه خوب شد نزد فیل F6. تموم بود بازی. چه کار داری میکنی حاجی؟ این چه پریموویه؟ بده اینو بده. یه لحظه گفتم مات که نیستم، باید اجسه میکردم. اشکال نداره. دیدم به شاید سه گفتم کیش میرم بالا، یه لحظه حواسم نبود. بین خوردم دوباره. یک بعد بازی نمی کنم امروز، ولی خب دیگه. آفرین. جب پریمووی بود. دوباره اگه خواستی
پریموو دیگه در خدمت باشیم. شاید با فیل نزد، هیچ کس نمیداند. یه شانس. مواظب باشیم وزیرمون رو ندیم، آخه چیک داره میاد. اون اسبش رو بیام. پیش بده دیگه، آدم مهم نیست دیگه از اینجا ببردش. چرا دارم اوورلوک میکنم الکی؟ الکی دارم اوورلوک میکنم، باور کنید. خیلی الکی. ای خدا، میشه اون بازی رو باخت. میتونه واقعا شطرنج آدم رو دیوانه کنه. میگه همچین بازی رو باختن میتونه دیوانت کنه. یه لحظه فکر کنیم بازی رو نبریم مثلا. خودم گاهی بهش بازی میدم بگه چی آخه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ والله که سخته. نمیدونم چجوری ادامه داره این بازی. کش داد خدایش، تا جایی که تونست کش داد. نزدیک بود این بازی هم نبرمش.
کار داره میکنه، واقعا رد داده، این دیگه ردیه واقعا. باحالن مردم خودش. چرا اینا داری ادامه میدی؟ که حتما حریفش چون منم دیگه، حتما تنها دلیلی که میشه آورد و نزدیک بود. ریمش اینجا دیگه 100 تا اوورلوک میکنی احتمالاً، وگرنه ازت راضی نیستم خدایش اگه 100 تا بیا من اوورلوک کرد. اون خیلی مهم نیست برش اوورلوک و اینای من، چیزی که مهمه اینه که بتونه چوبه رو بزنه. استاد چوبک این چی آخه؟ چجوری حمله کنم بهت؟ وزیرت داداش، من رو به وزیر نشسته بودم. اصلا اهمیت خیلی چیز داره میکنه، من رو خیلی داره دیسریسپکت میکنه به من میشینم به وزیر، اون اصلا عین خیالش نیست. نمیدونم شما دارین عین خیال رو یا نه. ما توی کردی داریم، میگیم یارو عین خیالش نیست. نمیدونم دیگه هیچ کار کردی؟ بازی میکنی هنوز؟ خدا این فیلتو دوباره بده. آقا من با این نبستم خدایش، خودش هر بار میاد فیلو میده به من هیچ کاری ندارم باش. خودش هر بار میاد فیلو میده به من چی کار کنم؟ نگیرم؟ این میگی نگیرم تا نگیرم، از خب فیلو میده شنو دستم. هر بار داره این کارو میکنه، داره فکر کنم تغییرم میکنه، نمیدونم شاید اینجوریه تغییر کردن. اطلاعات دقیقی ندارم از این قضايا، ولی خب فکر میکنم اینه هدف. بزنه شیشو بزنه اگه دوست. شیش هم نمیخوای؟ اینجا شما فعلا آجی F6 رو بیا اینجا. اصلا میگم کلا اعتقادی به من نداره تو بازیش. چرا هم داشته باشه باید؟ من چرا فکر میکنی باید یه همچین بده بابا. بیا تعویض یکیش.
اوکی تایمش دقیقا تایم میتونم بندازم آخرش واقعا، ولی سرعتم افتضاحه دوستان. من ببینم مثل قبلی میاد. خوب سوار میده خدایش تو شروع بازی. با این نتونم 2600 شم دیگه نمیشم از این ببرد. یه راه نداره، راهش هم از همین مسیر ایشون میگذرد. اینو بزن که خیلی شیر نشه رو سرت. بیا اگه میخوای بزنی بزن. آفرین. هر جور تا این در پازل راشه. این بازی ها بیشتر بازی های پازل راش میخوره تا پازل برام میذاره تو بازی. میگه بزن بینم بلدی. بعد میاد چیز میکنه، اذیتم میکنه آخرش. خواستم اینو بزنم والا، حالا نمیدونم چقدر جایزه. نمیخوام آقا اون کارا رو نمیخوام بکنم. بیا شاه بذاری چند بده من اصلا آقا نمیخوام. دست خودم مگه نیست؟ خواستنش دست خودمه دیگه. آفرین. یه جوری با اتعه آفرین. خدایش اینو میبرم. اوکی ریمچ خیلی طولانی شد. بازی کن دیگه انصافا. تازه این فیله رو دوباره بده. نداد لامصب. این بار فهمید. تمهای مختلفه دیگه بنده خدا. حالا خواست که این بار تم متفاوت باشه. این بار تممون میگم چی متفاوت. من بهتون میگم میخوام چیکار کنم. نزش ببین زرنگ. الان بهتون میگم میخوام چیکار کنم. کی میخوای بگو دیگه. اینقدر نگفتی تا اون گفت. اینو زدی خوبه. سخت شد. این بار عادت کرده بودم به سوار دادنش. این بار که نداد کارو سخت کرد. بیا آقا بیا یه نفسی. آها کیش و مات. واو چه ماتی. خدا دیگه یاد گرفتم. نه دیگه بازی نمیکنم. بستمونه. منم بستمه بنده خدا. بسته نباشه. بستمه دیگه. برم بیرون یک پیاده روی ورزشی چیزی بکنم، به زندگی بپردازم. چیه بولت بابا. مرسی که نگاه کردین. از شطرنج زندگی لذت ببرید.